Hi everyone, I'm here with 3 minutes English. امروز میخوایم در مورد Simple Future به معنی آینده ساده صحبت کنیم. آینده ساده در مورد عملی که توی آینده انجام خواهد شد صحبت میکنه و توی فارسی به این صورت ترجمه میشه: میخواهم بروم، میخواهیم بازی کنیم، میخواهند تمیز کنند. از نشانه‌های آینده ساده to be going to، will یا shall که فقط برای I و we استفاده میشه میتونیم نام ببریم. از فعل to be going to برای صحبت درباره کارهایی استفاده میشه که قصد داریم توی آینده انجامش بدیم که معمولاً برای طرح‌ها، نقشه‌ها و برنامه‌ای که برای آینده داریم استفاده میکنیم. My father is going to buy a new car. پدرم قصد داره یه اتومبیل نو بخره. I'm going to be a doctor when I grow up. قصد دارم وقتی بزرگ شدم پزشک بشم. کاربرد بعدی to be going to برای صحبت درباره پیشبینی برای آینده است. یعنی اگه شواهدی در زمان حال وجود داشته باشه و بتونیم با اون شواهد آینده رو پیشبینی کنیم. Look at those black clouds. It's going to rain. به اون ابرهای سیاه نگاه کن. میخواد بارون بیاد. Mary is pregnant. She is going to have a baby. مری باردار است. میخواهد بچه دار بشه. از فعل will هر وقت بخوایم راجع به واقعیات در زمان آینده صحبت کنیم استفاده میشه. یعنی بیانگر قصد یا اراده یا برنامه ریزی نباشه. It's my birthday next Friday. I will be 25 next week. جمعه آینده تولد منه. هفته آینده 25 ساله خواهم شد. You will get married and have your own family one day. یک روزی ازدواج میکنی و خانواده خودت رو خواهی داشت. از will در خیلی از موارد استفاده میشه. اولین مورد قول دادنه. I can lend you $500. میتونم $500 به تو قرض بدم. Thanks, I pay you back next week. متشکرم. هفته آینده پولتو پس میدم. مورد دوم برای پیشنهاد کمک هستش. I don't understand this math problem. این مسئله ریاضی رو نمیفهمم. Don't worry, I'll explain it to you. نگران نباش، برات شرح میدم. مورد سوم برای تقاضا کردن. Will you turn the music down, please? میشه صدای موسیقی رو کم کنی لطفاً؟ مورد چهارم برای تهدید کردن. Leave my house right now or I'll call the cops. همین الان از خونم برو بیرون وگرنه پلیس رو خبر میکنم. مورد پنجم برای سفارش دادن غذا. Are you ready to order? آماده هستید سفارش بدید؟ Yes, I'll have the steak. بله، من استیک میخورم. مورد ششم برای پیشبینی وضع هوا. The weather will be changeable tomorrow. It will be cloudy in the morning, but it will clear up in the afternoon. فردا هوا متغیر خواهد بود. صبح هوا ابری خواهد بود ولی بعد از ظهر هوا صاف خواهد شد. آسون بود نه؟ پس تا ویدیوهای بعدی. حالا نوبت شماست. این دو جمله هر کدوم یه غلط گرامری دارن. شکل صحیح هر کدومو برامون توی کامنت ها بنویسین. Number 1. David's birthday is next Tuesday. What will we buy for him? Number 2. Do you know how to use this cell phone? It's easy. I'm going to show you. و خوشحال میشم پیج منو سابسکرایب کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید و اون زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای بیشتری بهتون نمایش داده بشه.